سلام بچه ها، مخلصم، چاکرم، خوش اومدین به چنل خودتون بچه های خفن مفن چنل. توی این قسمت یه چالش خفن و جذاب داریم که توی یه شبکه باحال و باحالتر تاجیکی منتشر شده. در مورد دو تا خواننده هستش که اومدن هدفون گذاشتن روی گوش و پانتومیم میرن. دو تا خواننده باحال، یه دختر و یه پسر که این دوتا فکر میکنن که خواهر برادر باشن. فکر میکنم البته. بریم و ببینیم. مطمئنم که خوشتون میاد. لایک، کامنت، ساب یادتون نره. توی کامنت ها حتما یه قلب ملبم بذارید. 1 2 3 لیتس گو. بخش آخرانی برنامه شام شاهنواز عنوان گرفته است اشاره یعنی بازی با هنرمند. ما این بخش رو تعریف نمی‌کنیم، بگذار در این بخش خود شما اشتراک کرده بعداً فکر و عقیده‌های خود را اوید این بخش گفته باشید. با شما مصرع‌های شعری پیشکش می‌گردد و شما باید خب اول بچه‌ها بهتون بگم این مسابقه چی هستش و این مسابقه رو توی کدوم سایت‌ها پخش میشه، توی چه سایتی پخش میشه. هر جایی که میدونید که این مسابقه این یا هم مدل این چالش مسابقه بازی و اینا در مورد تاجیکستان و بچهای تاجیکستان هستش، لینکش رو واسم بفرستید توی کامنت ها یا اینستاگرام دایرکت، هر جوری شده بفرستید تا با هم دیگه ببینیم و عشق کنیم. با رقیب خود کلمه به کلمه یعنی با اشاره فهمونید که این کدام کلمه است. نفر دیگر در گوش شما نگذارد. صدای بلند موسیقی. خوش بینندگان عزیز، این اوقات قرار داریم در نزد میز و آغاز میکنیم بخش اشاره یعنی بازی با هنرمند را. بازی با هنرمندان. بازی با هنرمندان. پخش میکنم. داری دل رو، داری دل رو، داری دل رو، در دل ها قریب پیدا کردم. داری در دل رو، دل داری. یه چیزی بچه بهتون بگم که این چالش رو خیلی دارن سخت اجرا میکنن. یک جمله داری میگه، وقتی که گوشش رو طرف میگیره این بازی یک کلمه باید بگی، یک کلمه کوتاه، مثلا گلدان. خب یک کلمه کوتاه کن بتونه حدس بزنه. وقتی یه جمله طولانی میشه امکان نداره که بتونه کسی حدس بزنه. بعد یعنی یه جمله وقتی میخوای باشه باید گوشاش باز باشه و صحبت نکنه و پانتومیم اجرا کنه. این مدلی میشه جمله بلندتر. دل رو، داری دل رو. خب خیلی سخته. دل در دل من. خوبم گفت خدایی. داری دل رو. دل که گفت در رو بگو. دل رو. داری دل رو. دل ها. رو با حرف نویسه. رو. نه مانا نگفتم. دل رو. رفی ره. ها او. ایول. ره او. نمیفهم. بابا خیلی سخت خدایی، اصلا نمیشه. یک کلمه کوچیک باشه میشه بازی. نوزد فکر میکنم کمی دشوار است، میگذاریم به کلمه دیگر اگر زید نباشه. داری دل رو بارویت. ها بارویت خوب گفت. داری دل رو بارویت. دل برویت. ها دل برویت. ها بارویت. دل برویت و میکنم. و نمودم. آفرین ماشاءالله. تمام. داری دل رو. این چالش رو خیلی داره سخت برگزار میکنه. یه جمله داری میگه. این چالش رو دیدیم برگزار میکنن. یک کلمه میگن، یک کلمه، مثلا همون که گفتم گلدان، میدونم خانه، زنبور. بارویت و نمودم. در دل رو برویت و میکنم. و نمودم. قبول کن. در دل رو برویت و نمودم. آفرین. تو رو. فکر کنم اینا شعر هستش. این خواننده خوندن، به خاطر همین اون طرف میتونه حدس بزنه دیگه. یه تیکشو بگه باقیش هم میتونه حدس بزنه چون شعر شنیده. در دیده تو رو در دیده و آره
دیل جای نمودم. جای تو رو در دیده و دیل دیل جای جای نمودم. جای جویی نمودم تو رو در دیده و دل تو در دیده و دیل جویی جای چی؟ تو رو در دیده و دیل جا نمودم تو رو در دیده و دیل جا نمودم واو آفرین. یک آقای دوستان عزیز ماشاءالله. شوخی نیست. خوب بود. آماده است او آماده است. برعکس شد. آماده شما من بچه ها این دوتا خواننده رو دیدم. این آقا رو دیدم که یه موزیک کنسرت ازش دیده بودم. نمیدونم کپی رایت میزنه و اینا که میخوام یکی از موزیکاش هم ریاکشن برم، حالا نمیدونم کپی رایت میگیره یا نه. نفهمونه از زری زری آفرین. از زری چادرت یک بار دیگه از زری چادرت چادر است چادرت. چادر است چادره چادرت چادر است آخرش ته چادرت چادرت آفرین. از زری بالاخره. چادرت نگاه نگاه آفرین. با ما میکنی به ما از روی چادرت نگاه با ما میکنی آفرین. از زری از از سری چادرت زری از زری چادرت نگاه با با ما ما میکنی میکنی این بدون بردی بردی آفرین. دیلو جانی ما آفرین. چی جلوه ها میکنی چی جلوه ها میکنی زود پیدا کنم دمش گرم. خوب حد زد. احساس بکنم داشت میشنید، چون خیلی کامیاه شعر و حفظ بود، شنیده بود، اینکه داشت میشنید چون خیلی سریع گفت. بچه جان ما از این چالش های خوشگل مشکل واسمون بفرستید، لینکشو توی کامنت ها که با هم دیگه ببینیم. بچه بهترین کامنت و قشنگترین کامنت هم پین میکنیم توی کامنت ها دیگه. چاکره بچه ها. لایک و کامنت و ساب یادتون نره. این برنامه رو واسه دوستاتون بفرستید، شیر کنید و بهشون معرفی کنید تا خانواده‌مون گنده تر بشه. منم دارم مثل اون با دستام میگم. چاکره بچه ها. تا دیداری دیگر. بدرود.